ما میگیم امیرینی که رسول الله تعیین کردن عالم بودن، محدث بودن، مفسر بودن، اینا از این وجود نداره. ما از روی سند گپ میزنیم. استناد امور دینی گفتم، کدام تضادم رایشان ندارم. ما حنفی مذهب هستیم، ما از پیش خود تحلیل و تحریم هرگز نمیتوانیم. همیشه بکوشیم که حلال را و جایز را عقیده جایز داشته باشیم و حرام را عقیده حرام. اگر ما در انعکاس صورت بگیریم، حرام را حلال بدانیم، از ایمان خلاص میشیم و روا را ناروا و حرام بگوییم، هم از ایمان خلاص میشیم. همیشه میگیم که من عقل دارم. این قسمت هم از سخنان این بزرگوار شنیدیم. مفتی صاحب در این قسمت با حدت شدت مدعیان که آمرین رسول خدا، یعنی اون کسانی که در جماعت های رسول خدا صلی الله علیه و به عنوان امیر بودن، اینا عالم بودن، مفسر بودن، محدث بودن، اما در جماعت تبلیغی اصلا از این خبران نیست. چنین ادعایی دارن. اولا که باید این را بگم که سرپرستان جماعت تبلیغی سعی بر این دارن که در صورت ممکن اگر امکان داره و واجد شرایط باشه علما را امیر قرار میدن. این جزء اصولشون هست. یکی از اصولشون هم هست که واقعا شخص واجد شرایطی باشه علما را امیر قرار بدن. این جزء شرایطشون هست. دوما حالا فرضاً آمدیم و اگر با بدون علما چنین کاری نکنن، آیا جماعت تبلیغی و علمای جماعت تبلیغی و سرپرستان جماعت تبلیغی گناهی مرتکب شدن؟ باید دانست برادران گرامی که در امر امیری و امارت سیاست لازمه. اشخاصی هستن که علم چندانی ندارن، اما به نسبت سیاست نگه داشتن آدم ها، اینکه دل اشخاص را به دست بیارن و هر کدوم را به نوعی راهنمایی بکنن و او را در وقت ناراحتی و خوشحالی کنترل بکنن، این نیاز به علم نداره، بلکه یک میشه گفت یک موهبت الهی است برای اشخاص خاصی الله متعال این را میدن. پس در امارت در اصل علم لازم نیست، در اصل سیاست لازمه. همینطور که در روایت بخاری در مورد اسامه بن زید رضی الله عنه ما میبینیم که نبی علیه السلام در آخرین وقت حیات خودشون، وقتی که لشکر اسامه رضی الله عنه رو طرف روم میخوان بفرستن، حضرت اسامه رضی الله عنه را امیر قرار میدن. نوجوانی هست، 21 سال، بالاتر از این نیست. اینجا حضرت ابوبکر وجود داره، حضرت عمر هست، ابو عبیده بن جراح هست، عمرو بن عاص هست، دیگر خیلی از بزرگان اونجا تشریف دارن، ولی همین جوان 21 ساله را نبی علیه السلام با اینکه درجه ایشون خیلی پایین تر بوده امیر قرار میدن. و در روایت همین است که صحابه میان شکایت میکنن پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله، مردم چنین تقاضایی دارن که شما این جوان را معزول کنید و به جای این شخص دیگری که واجد شرایط تر بهتر از این باشه این را شما امیر قرار بدین. نبی علیه السلام خشم میکنن و میفرمایند که شما قبلا هم در مورد پدر ایشون، یعنی در مورد حضرت زید رضی الله عنه، در مورد پدر ایشون، در مورد پدر حضرت اسامه رضی الله عنه شما قبلا به من اذیت دادین، در مورد ایشون به من شکایت کردین، و حالا در مورد خود ایشون میفرمایند که بله خود پدر ایشون هم برای امارت لایق بودن و خود ایشون هم برای امارت لایق هستن و ایشون را معزول نمیکنن. و کما قال علیه السلام در کل مفهوم احادیث این چیزی که بنده گفتم آمده. و حتی این هم در روایت آمده که وقتی که نبی علیه السلام از دنیا وفات پیدا میکنن و جیش اسامه به طرف روم حرکت نمیکنه، بعد حضرت عمر رضی الله عنه را گروه صحابه مأمور میکنن که یا فاروق شما بفرما با صدیق رضی الله عنه صحبت کنین، بلکه این جوان را از سر ما برداره، امارت این را برداره، شخص دیگری را به جای ایشون بنشانن. صدیق رضی الله عنه چنان خشم میکنن که شما میخوای اون شخصی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای امارت انتخاب کرده من معذور کنم؟ من هرگز همچین کاری هرگز نمیکنم. پس این گفته این بزرگوار با مصادر شرعی درست در نمیاد که حتما امیر باید چی باشه؟ عالم باشه، مفسر باشه، محدث باشه. چنانکه در مصدق حاکم هم میاد، حدیث میاد، نبی علیه السلام فرمودن که و این امیرت علیکم عبدا حبشیا مجدعا، فرمودن که اگرچه برای شما کسی امیر قرار داده باشه که عبد حبشی سیاپوسی است، علم هیچی نداره، که ان رأسه زبیبتون، گویا که سرش مانند انگوریه، نه شکل قیافه‌ای داره، فرمودن که اگرچه برای شما چنین شخصی هم امیر قرار داده شه، شما باید چیکار بکنین؟ باید از ایشون اطاعت بکنین
و چنانکه که در مرقات هم میاد این تأمر علیکم عبدا، اگرچه برای شما عبدی را هم امیر قرار بدن وظیفه شما اطاعت است. یعنی ای صار امیرا ادنى الخلق فلا تستنكفوا عن طاعته، پسترین اشخاص را هم اگر برای شما امیر قرار بدن علیکم بالسمع والطاعه، شما باید گوش کنین و باید اطاعت بکنین. و این امرت علیکم عبدا حبشی. لذا گفته این بزرگوار که نبی علیه السلام فقط علما و مفسرین و فقها و اشخاص صاحب علم را آمدن امیر قرار دادن، اما جماعت تبلیغی چی این کار نمی کنن، این 100% با سیره نبی علیه السلام مخالفه. به قسمت دیگر از سخنرانی این بزرگوار گوش کنیم و برسیم انشاءالله به شبهات این بزرگوار.